بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. خب بنده دایی هستم. همونطور که قرار بودش توی این جلسه از متاسپلویتیبل بریم سراغ پورت 23 و تلنت. خب اولا یه سوال ساده اینه که در واقع تلنت چیه؟ من این آوردم اینجا بهتون نشون بدم، چون تلنت متاسپلویتیبل تو این روشی که ما میخوایم بریم خیلی راحت در واقع دسترسی به ما میده. تلنت چیه؟ خب اینجوری پایین نمید فلش باید بزنید. A client server application protocol allowing access to virtual terminals of remote systems over networks or the internet. متوجه شدین چیه دیگه؟ در واقع خیلی بخوام ساده بگم مثل ریموت اکسسه. یه ریموت اکسس، خب خیلی ساده یه ریموت اکسسه. خب مثل شما NDS استفاده میکنین یا چیزای شبیه این، یا برای FTP و SSH و اینا، همه نوعی در واقع ریموت اکسسن. خب بعد ارزم به خدمتتون این که تلنت در واقع از تکست بیس اینپوت و اوتپوت استفاده میکنه. حالا میبینیم در واقع. بعد این که TCP بیسه، یعنی هندشیک TCP رو در واقع انجام میده و با UDP کار نمیکنه. اگه نمیدونید TCP UDP چیه برید سرچ کنید از کجا از این perplexity.ai. والا من از اینا پول نمیگیرم یا تبلیغاتشون کنم، چون چیز خوبی هستش آوردم اینجا به شما نشون بدم. خب پس شما بیاین این سرچ رو انجام بدید What is Telnet تا بتونید اطلاعات بیشتری راجع به این قضیه به دست بیارید. خب این از این. بعد عرضم به خدمتتون اینجا 3 تا ترمینال دارم. اول گفتم که این مورد رو چطور پیدا کنید، یعنی متاسپلویتیبلی که دارم رو چطور پیدا کنم. خب اگه رخصت بدهد به ما که ما بفهمم این بچه اینجا دیگه. خب این یه سوالی کرده بودم، خب حالا مسلماً موقع هیچ کس جواب نداد، چون تازه چند اومده بالا هستن، کسی نمیبینه ما رو. خلاصه ایف کانفیگ اگه اینجا بزنید میتونید ببینید که در واقع آینت 6 ادرس کنه. آینت ادرس این 192 168 110 129 هستش. یه دقیقه استوب بدم نفسم گرفت. خب عرضم به خدمتتون که حالا فکر میکنین حقیقتا هک کردن تلنت چطور باشه. من حالا از این اسکن-ال استفاده کردم، بازم سوال میپرسم بدون اینکه برم از اون ولی کانفیگ بزنم چطور میتونم بفهمم تو نتورکی که دارم باش کار میکنم و کلا 2 تا سیستم عامل مهمان ران هستن، گست ران هستش. خب که یکی متاسپلویتیبله و یکی هم خودمم، از کجا میتونم بفهمم که این مورد متاسپلویتیبله؟ خب این سوالو بازم میپرسم، شاید کسی این قسمت رو ببینه جواب بده. خلاصه ما اومدیم تلنت رو گرفتیم اینجا، لینوکس تلنت دی در واقع تلنتی که داره استفاده میکنه متاسپلویتیبل و در واقع پورت 23 هست. واقعا راحته در واقع دسترسی پیدا کردن بهش. کافی بزنید تلنت آدرس رو بزنید، متاسپلویت هم نیاز نداره حتی. حالا من تو پلیلیست بعدی میارم، ولی اینو میزنم نگاه کنید. متاسپلویتیبل تو میگه از MSF ادمین و MSF ادمین استفاده کن برای اطلاعات لاگینت. یعنی از این دیگه آسونتر دیگه شما چی میخواید در واقع؟ بفرما. مترپرتر نمیشه گفت به این در واقع، ولی خب دسترسی به تلنت پیدا کردیم. ببینیم کجا هستیم. اول مسیرم هستیم دقیقاً. عالیه. من اینجا یه ریمایند آف تلنت هم گذاشتم در واقع، خیلی هم زیبا در واقع. یه تاچ میکنم
یا یه کار دیگه کنم، بزنم کت که نه، اکو reminder of telnet underline easy way. خب بعد اینو بریزم در واقع توی چه میدونم test.txt. خب من اینو نشون بدم به شما که الان اینجایی که هستم دقیقا همین اطلاعاتو داره دیگه. میبینید دیگه vulnerable و reminder of telnet. خب الان این مقدار رو میخوام بریزم تو این بفرمایید اجرا میکنم. خب یه ls اگه اینجا بگیرم در واقع میبینید که این text.txt اومده. خب میام دوباره این سمتی نگاه بندازیم بهش، یه ls کنیم این قسمت رو و روش بزنیم ls کنیم. خب میبینیم بچه تست اومده، یه کت میزنم تست تب میزنم بره، نگاه کنیم reminder of telnet underline easy way. این راحت ترین راه برای هک کردن متاسپلویتیبل تو از طریق تلنت هستش، ولی روش های واقعی بازم میگم خیلی خفن‌تر و خیلی متفاوت‌تر هستن، به دونه دونه‌شون میپردازیم. خب من بحث متاسپلویتیبل تری که بیاد که کاملا میام و میشکافم قضیه رو. خب دیگه ویدیوهای بالاتر از 15 دقیقه رو میام میذارم در واقع و ایشالله برسیم به اون قسمت. خب این از بحث تلنت ما دیگه. امیدوارم که واقعا خوشتون اومده باشه از این حجم از سادگی و همین. خدا نگهدارتون. یا علی 7 دقیقه شد ولی